میم کوین ها دنیای کریپتو رو مثل طوفان گرفتن. این کوین ها که اغلب بر اساس جوک ها یا میم های اینترنتی ساخته میشن، محبوبیت خیلی زیادی پیدا کردن. سرمایه گذارها جذب ماهیت سرگرم کننده و پتانسیل سود بالای اونها میشن. در حالی که بعضی ها اونها رو یه مد زودگذر میدونن، میم کوین ها یه نیروی جدید و قدرتمند تو بازار هستن. اونا یه راه ساده برای ورود سرمایه گذارهای جدید به بازار فراهم میکنن. همچنین یه روش منحصر به فرد برای تعامل با جوامع آنلاین ارائه میدن. موفقیت دوج کوین، اولین میم کوین، راه رو برای بیشماری میم کوین دیگه باز کرد. این رقیب‌های جدید ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو دارن. بعضی‌ها روی ایجاد جامعه تمرکز دارن، در حالی که بعضی دیگه ویژگی‌های کاربردی نوآورانه‌ای ارائه میدن. یه چیز واضحه، انقلاب میم کوین‌ها تازه شروع شده. پاپا اوایل سال تززسس وارد بازار شد و خیلی سریع دل علاقه‌مندان به میم کوین ها رو به دست آورد. پاپا که بر اساس میم معروف قورباغه پاپا ساخته شده، یه جامعه قوی و رشد قیمت چشمگیر داره. سازندگانش مالکیت قرارداد رو رها کردن که باعث تمرکز زدایی بیشتر میشه. اونا همچنین نقدینگی رو قفل کردن، یه اقدامی که برای ایجاد اعتماد و جلوگیری از کلاهبرداری طراحی شده. موفقیت پاپا رو میشه به خاطر شخصیت پردازی جذاب و جامعه فعالش دونست. این کوین باعث ایجاد کلی میم و بحث‌های آنلاین شده که بیشتر باعث دیده شدنش شده. در حالی که چشمانداز بلند مدتش نامشخصه، پاپا بدون شک جایگاه خودش رو در تاریخ میم کوینا تثبیت کرده. BTFD یه رویکرد متفاوت به بازی میم کوین داره. این کوین قدرت میم ها رو با هیجان بازی های پلی تو ارن ترکیب میکنه. دارندگان BTFD میتونن در بازی ها و چالش های مختلف شرکت کنن و جایزه بگیرن. این مدل یه لایه کاربردی و سرگرمی اضافه میکنه که هم گیمرها و هم سرمایه گذارها رو جذب میکنه. علاوه بر پلی تو ارن، BTFD گزینه‌های استیکینگ هم ارائه میده که به دارندگان اجازه میده از سرمایه گذاریشون درآمد غیرفعال داشته باشن. این پروژه یه نقشه راه دقیق هم داره که پیشرفت‌های آینده از جمله بازی‌های جدید، همکاری‌ها و ابتکارات جامعه رو مشخص میکنه. هدف BTFD ایجاد یه اکوسیستم پررونق که توش کاربران میتونن بازی کنن، درآمد کسب کنن و عضوی از یه جامعه رو به رشد باشن. پاپا BTFD دو رویکرد متفاوت به پدیده میم کوین رو نشون میدن. پاپا از شخصیت پردازی جذاب و جامعه قوی خودش برای رشد استفاده میکنه. از طرف دیگه BTFD روی کاربرد و سرگرمی از طریق مدل P2E و گزینه‌های استیکینگ تمرکز داره. هر دو کوین طرفداران وفاداری رو جذب کردن و افزایش قیمت قابل توجهی رو تجربه کردن. رقابت بین این دو غول میم کوین در نهایت یه نیروی مثبت تو بازاره. این رقابت باعث نوآوری، تشویق مشارکت جامعه و ارائه گزینه‌های متنوع به سرمایه‌گذارها میشه. در نهایت انتخاب بین پاپا و BTFD به اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری هر فرد بستگی داره. ظهور میم کوین هایی مثل پپه و BTFD یه موج جدید از هیجان رو به بازار ارزهای دیجیتال تزریق کرده. اونا ترکیبی منحصر به فرد از سرگرمی، جامعه و پتانسیل سودآوری رو ارائه میدن. در حالی که میم کوین ها ذاتاً ناپایدار هستن، یه نقطه ورود آسان برای سرمایه گذارهای جدید فراهم میکنن و قدرت جوامع آنلاین رو برجسته میکنن. با ادامه تکامل چشمانداز میم کوین ها میتونیم انتظار داشته باشیم که پروژه های نوآورانه تری هم ظهور کنن. از NFT های مبتنی بر میم گرفته تا پلتفرم های شبکه های اجتماعی غیر متمرکز، امکانات بی پایانه. چه یک کهنه‌کار کریپتو باشید، چه یک تازه وارد کنجکاو، دنیای میم کوین ها یه دنیای پر از فرصت برای کشف کردن رو ارائه میده.